یک ابراهیم گلستان معترضم پشت نوشته هاتون، فیلماتون اینا هستش. خب هر کسی بخواد اطراف خودش نگاه کنه به یه مقدار مسائل برای اعتراض پیدا میکنه دیگه، نه که از در خونش بیرون نمیاد که من امروز میام بیرون میخوام معترض باشم. یه چیزی واسه این رو تکون بده که اعتراض بکشونه. در تمام طول زندگی من در جامعه من مسائلی که من به اعتراض بکشونه فراوان بوده. گاهی وقتی این اعتراض رو نمیخوای بکنی برای که بهتر بعد بتونی اعتراض بکنی. گاهی وقتی اعتراض جا نداره بکنی، گاهی وقتی یه چیزی قابل اعتراض هست برای تو میبخشیش به اون کار خوبی که انجام داری میده. خیلی همه الان داره اتفاقایی میفته که مرتب باعث قابل اعتراض هست، ولی در زمینه اتفاقایی میفته که قابل تحسین هست. در نتیجه تو اعتراض تو فرو میخوری، صبر میکنی که وقتش بشه که اون اعتراض انجام بدی. شما یه بار سال 46 اومدید بیرون، بعد به دلیل ازدواج لیلی خانم برگشتید به ایران. یه بار دیگه اومدید بیرون، بعد این دفعه برگشتید گنج رو ساختید. انگار یه کاری داشتید. حتما دا کاری داشتم. چی بود اون کاره؟ همین که گنج بسازم. تو گنج می‌خواستین چیکار کنید؟ همین چیزی که گفتم. من دقت کنید، نه کتاب فیلم گنج نه کتاب گنج برای مسخره کردن کسی نوشته نشده، ساخته نشده. اگر دقت بکنید توی قصه گنج تمام آدمای برجسته، نه آدم برجسته که تو روزنامه نوشته بشه این آدم برجسته است، نه، آدمایی که مشخصه اجتماع من هستن در آورد. خواستم در بیارم، حالا اگر نتونستم اون ناتوانی خود من هست، در آوردم. هر کسی که او توی این قصه هست برای اینکه مسخرش بکنم نیاوردمش. بعضی کارا بوده که وقتی اون آدمی که میکرده مسخره بوده کارش، خب مسخره بوده کارش دیگه، تو اون عین اون رو میاری نشون میدی در کانتکست، در زمینه قصه، بعد نگاه میکنی میبینی که آیا مسخره است. اینه من میخواستم اجتماع خودم رو، کار من این بوده که این اجتماع رو به اون صورتی که میبینم در بیارم. توی این قهوه چی مشخصه یک طبقه هست، ژاندار مشخصه یک طبقه هست، خود مرد چیزی که هست اونی که پرتش میکنن هوا و همین تو هوا هم که داره میره داره اعتراض میکنه و بی خودم داره اعتراض میکنه به علتی، اونم مشخصه یک. شاعرم خودی همشون واضحه. شاعر که خوب تفلکه، همه در آوردم که خواستم در بیارم اونایی که هستن تو جامعه من، که یک چیزی وقتی هم که این فیلم ساختم بعدم شاید نمیشه این در بیارم، کتابش رو نوشتم از رو عین خود فیلم کلمه به کلمه، دیدم اونم نمیشه در بیارم، این کار کردم. گفتم به شما مرتبه بردمش پیش آقای مینوی، گفتم آقای مینوی این کتاب رو نمیخوام بخونی، نخون، مهم نیست. این کتاب رو چرا پیش مینوی؟ برای خاطر اولین مرتبه که از من کسی تعریف کرده بود فرزاد و مینوی بودن وقتی که توی بی بی سی کار میکردن. بی بی سی آقای مینوی علاقه‌مند بود به نوشته من، محبت میکرد. خیلی خوب گفتم آقا این باشه، این ممکن است لازم باشه یه وقتی بذار داخل این کتابای تو 50 سال بعد 20 سال بعد یه وقت پیش اشخاص میاد که میگن این چه دنیایی عجیب و غریبی توی مملکت بود که همه تو افتضاح بود و هیچ کس حرف نمیزد، اما شاید یه کسی دست میکنه توی این کتابا، این کتاب پیدا بکنه یه کسی هم بوده که این مهملا رو گفته، درست بود گفته، وضع مملکت خودشو خواسته نشون بده. به این خاطر من اینو نوشتم. ولی شما همین کتابو وقتی خواستن به زبان انگلیسی بعد از انقلاب درست به همین علت نگذاشتم، برای خاطر نمیخوام به من چی که ببینید من شهوت این که معروف بشم ها هو نیست تو کار من، نمیخوام، نیست. حالا نقص من شما بگیرید دیگه، کاری ندارم به این حرفا دیگه. وقتی که این کتاب میخواست چاپ بکنه من تو اصلا دلیل نداره کتاب چاپ بشه. چرا؟ تو انقلاب شده بود واضحه دیگه. اون چیزی که انقلاب هم کشیده آخر شما جمله آخر این کتاب رو بخونید، یارو داره نگاه میکنه از دور، داره دور میشه از اون محل فاجعه که یا خراب شده اون دستگاه، داره از دور نگاه میکنه و میبینه که بولدوزرها دارن میان پاک میکنن منطقه رو، اما به خودش میگه که آره میبینه که تو آفتاب دارن برق میزنن، تیغ‌های بولدوزر داره برق میزنه، اما میدونه که اگر نزدیک بره نگاه کنه این تیغ‌ها خورده شکسته هستن، ترک خورده هستن، کثیف هستن. همینه. هیچ وقت انقلاب تبدیل نمیشه به یک مقدار کارت‌های صیقلی پیدا کرده شستشویی ها میخوام ببرم، نه، این زن تمام میشه. بعدش مسئله بعدیش این است که دستی که میخواد بسازه جای اون چیزی که خراب شده، اون بایستی پشتش یه فکر پاکی باشه پیش میره، نباشه پیش نمیره. همینه، فکر پاک. بنابراین یک خلاصه‌ای و یک فشرده‌ای از این گفتگو رو اگر بخوایم به دست بیاریم، همون چیزی است که آقای گلستان از اون موقعی که با قلم و بعد با
دوربین گفتند و بیان کردند وجود داشته. اون دوربین در حقیقت سمبولیک همون دوربینی است که کاوه گلستان بر دوشش بود فروردین سال 82 وقتی در شمال عراق روی مین رفت.